ما رسیدیم بالاخره بعد از 2 ساعت منزل کردن رسیدیم به زرین دشت. روستای دوستمون آقای اسنابندی. 20 دقیقه دیگه میرسیم. حاجی اینجا قدیم همش مغازه بوده میبینی؟ آره درام مشخص خیلی قدیمیه. همه قدیم مغازه بود. خب میگه نجای میچه که گمور بزن باشیم اونم یه بار اومدم دیدم چیزی واقعا نیاوردم. باش اومدم بپرم برم در واسه کنم. دیدم کار من نیست جو استوای پرید. قفلم نیست فقط علم. سلام. رسیدیم به خونه اسنابندی اینا. سلام عمو. خسته نباشید. حال شما خوبه؟ سه بعد بلندای زرین دشت آمادیم دیگه. دقیقا روستا اون قسمت که درخته چیزا بود، خونه بود، خونه دوست ما که ما آمده بودیم. بعد عالم آمده. آهوه چکار آهوه چیه؟ خدا کنه یه بار دیگه دور بخوره این ور بیا. دیدم داشت سر و صدا میاد. من فکر کردم کوه داره حرکت نمی‌کنه. اون نهاش آهوه یه دونه هست. یه 2 تاست. آهوه قشنگی سر کوه. پس چرا صدای سنگای این نزدیک ما میاد نخوره تو سر ما؟ من فکر کنم داره سیل میاد. فکر منتشر کنیم بعد. به خدا صدا سنگریزه اومد. من فقط فکر کردم کوه حرکت کرد. من گفتم من گفتم اصلا آدم اینجاست. حاجی این احتمالش
14 15 17